شما امسال 65 ساله میشید. بله. فکرتون ذکرتون چقدر است؟ یک نفری که چند روز پس 65 ساله میشه چقدر فکر میکنه، چقدر روز میگذرونه؟ همون طوری که پیشتر همون با همون خیلی 64 ساله که بود اینا هم خیلی. استاد شما نفر هستید که ما با داشتن این هنرمند افتخار میکنیم. زنده باشه، زنده باشه. لیکن یک جمله شما که یک سخن شما بعضا ما رو به حیرت آورد. همون میخوام شخصا من در چندین فیلم ها نقش بازیدم، ولی هرگاه از کوچه گذرم کودکان از پسم دویده میآیند و میگویند که یگید شمایید. من همچون هنرمند افتخار میکنم که با اون فیلم آواز دادم و مرا همچون یگید میشناسم. یعنی افتخاری ما همین گونه جمله چقدر برآمد از شما؟ من اینجا یک جای گیلم دارم که البته من در صحنه و در تلویزیون و که در فیلم ها، در بسیار ویدیو فیلم ها نقشه آفریدم، نه با آن نام میگیرن که با نام یگید نام میگیرن، یعنی که بدیل مردم بسیار جا گرفته است که همین بود. یعنی حیرت ما که یعنی شما خودت گفتی که من فخر میکنم همین؟ نه، من اینجا اکنون فخر از آن که خیلی مردم از این فخر میکنم که مردم میشناسند. ولی قبلا بود دورهای شوروی من یک نقش در تلویزیون بازیده بودم در یک ویدیو فیلم حیات و عشق از روی اثر فیض الله انصاری. من نقش اساسی بازی بودم. فیروز نام داشت، پسری وزیر که گردی نام پدر نمیگشت و بسیار خاکسار و بسیار، یعنی یک جنبه های تربیویش خیلی قوی بود و هر وقت من کوچه میبرم من فیروز گویان مراجعت میکردن. این خیلی حالات هم بود. وقتی که ما میمیریم چیکار میشود؟ دیگر این هر خیلی اندیشه است. کسی میگوید که وقتی من میرم گویا که دنیا برای من تمام به آخر میرسد، لیکن من خیلی فکر نمی کنم. به هر صورت من به خدا باور دارم. عقیده های یعنی که من به آخرت هم باور دارم. برای همین مولانا چون گذشته های ما، مولانا مرگ رو عروسی ابد نامیده است. میگوید که مرگ ما هست عروسی ابد، سیر آن چیست هو الله احد. شما شکر میکنید کی و برای چی؟ من همیشه شکر میکنم. همین شب که صحت سلامت خانه رفتم، البته اکثر شبها هم دو رکعت نماز شکرانه هم میخوانم، شکر میکنم که هستم و هر صبح هم که خیستم دیدم که خیلی زنده هستم. و من هر لحظه عمر آدم باید شکر کند. تا آدمی که نفس میکشیم باید شکر کند. وقتی که میرویم، شما یک مدت از تئاتر رفته بودید و دلیل اون رو چنین گفتید: سالهای 90 عصر گذشته در تاجیکستان یک محیط پیدا شد که صنعت به کسی در کار نبود. علاوه بر این، سال 1995 در فاصله قریب یک سال من 3 عزیز خود را به خاک سپردم. بله. به جای تئاتر گروه‌های کوچگی مسخره بازان پیدا شدند. این عامل‌ها نتوانست به من بی تاثیر مانند و من رفتم طرف ژورنالیستیکا و شما یک مدت از سال خطا نکنم 96 تا 2001 معاون سردبیری چپ گردان بودید. بله. حاضرم کوچه‌گردا بسیار فکر رفتن هست با از تئاتر یگان طرف دیگر یگان نه خوشبختانه یکم اینکه شادروان عطا محمد جانوف سبب شدن، دومی که شادروان اکبری ستار یک روز گفت که من به فکرم در شخص خودت شاید بعضی ناعدالتی ها کرده باشم. شما رو در اینجا قبیله می‌سازم؟ در اینجا تو به هر صورت آدم. همون سالی که من عنوان گرفتم با شرافت غمخواری های پدرانه محمدوف باباخان علیویچ وزیری وقت من عنوان هنرپیشه شایسته گرفتم. بعد اکبر با اندیشه رفت گفت که بیا تو به این هم خواب می-نویسی، همون همکاری بیا با ما دوام دادن گیر. حتی تا سال من هرچند که سال 99 گرفتم تا سال 2001 با بودم اونجا. بعد این چیز سبب شده بعد عطا محمد جانوف وقتی ما نمایش غروب روی این ویدیو فیلم غروب روی نوارآور حلیم سنگینوف اونجا من رئیس حکومت بودم و عطا که در سر جای نماز اگر دیده باشتن میفوتن. بعد همین
بعد گفتن دادرم بیا جایی تو تئاتر. اونا هم همین گپ گفتن خیر هر وقت خواهی می نویسی همچون با اصطلاح من ژورنالیست نیستم لیکن اعضای اتفاق ژورنالیستان هستم شکر خدا با شرافت همین همکاری هایم با اهل قلم و گفتن جایی تو تئاتر دادر جان بیا گفتن و همین حرفی عطا که باز دیگر دوستا سبب شد و من به تئاتر برگشتم لیکن هیچ اون چند سالی که رفته بودم برای من خیلی هم سالهای خالی نبودن. من با اهل قلم با چقدر انسان هایی که هر کی سخن بر سخن زم کند قطره از خون جگر کم کند با همین خیلی انسان ها یعنی که هم نشست و هم کار بودن. برای چی دیگر کار نرفته؟ یعنی من سوداگر نشده راننده نشده رفتید طرفی مطبوع. من وقتها یک عنوان داشتم پیادهگرد مردمی تاجیکستان. برای من راننده شده نمیتوانستم لیکن من یک وقت با قول وقتی با یک گروه توریستی به ایران سفر کرده بودم اونا میرفتن از هر جا بار میخریدن و از یک چی هم برده بودن اونجا میفروختن و وقتی منم تقلید کردن که بعضی چیزا گیری اونجا به فروش میره من همین حالت بسیار شرم داشتم همین خودم بسیار ناراحت حس میکردم همین چون که کاری که نکردم بسیار وزبین بود لیکن هرچند که یک راه بلدی ما گفت که زیارت و تجارت هر دوشم مقدس است چون که حضرت پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم هم تاجر بودند از راه تجارت یعنی که برای تقویت دین اسلام چقدر کارها کردن و همسرشان خدیجه بانو تمام هستی و داراییشون هم تاجر برای اسلام صرف کردن ولی این هم کاری آسان نیست و اینجا باز همون اکبر ستار خدا رحمتش کند سبب شد من هم وقتا همین کوچه ها میگشتم نمیدونستم کجا میرم یا وقت من گفت که کجا میرم گفتم خودم هم نمیدانم بعد گفت که من یک هفته‌نامه تاجیکی میخوام تاسیسیم تو بیا همراه من باش هیچ کار نکن گفت لیکن من خیلی وجدانم قرار آرام نمیگرفت که هیچ کار نکنم البته خیلی کارها کردیم یک سلسله مصاحبه هم چاپ شده مصاحبه ها مقاله ها خوشبختی فرمولا دارد شاید داشته باشد یعنی برای هر کس هر خیل برای هر کس هر خیل البته و اون فرمول خودی انسان خودش میسازد چون که من همین طرز خوشبخت میشم بله بله شما یکم فکر کردید که پرتوید بروید؟ نه این خیلی اندیشه عموما در سری من پیدا نشده است چون که من جای کاری خوب دارم و امروز تئاتر فعال است امروز باز یک پیغام دیگر به شما رسانم که دستوری مخصوصی امضا شده است که تمام کارخانه ها مؤسسه ها وزارت ها کمیته ها دانشگاه و دانشکده ها همه مؤسسه های تعلیمی همه به تئاتر جلب گردند این مخصوص دستور به امضا رسیده است این ما اهل فرهنگ رو خیلی روح بلند کرد و این البته یک تکانی خواهد شد اونطوری که در دوران اولجبایف ترسون اولجبایف اینقدر توجه به تئاتر به اهل هنر زیاد بود یعنی باز همون ارزش ها ما باور داریم که باز از نو احیا میگردد صحنه تئاتر با پوری آدم میشود تالار البته ما تخمینا گفته میتوانیم که هر نمایشی که گذاشته میشود در تئاتر حداقل 50% تالار پر میشود از تماشابین امروز ما از تماشابین قریب تنقیصی نداریم برای اینکه مأموران ما خیلی خوب کار میکنن و میروند با مؤسسه ها پیشکی موافقه میکنن و همون در همون وقت و ساعتی که همون کارخانه مؤسسه یا دانشگاه یا دانشکده ها تقاضا میکنن هم در همون وقت و ساعت یعنی که نمایش ما برگزار میگردد. آذر گفتید که ما از تماشابین تنقیصی نمیکشیم برای اینکه یعنی موافقه میکنیم همراهی میارن امروز تماشابین خوب است. همین تماشابین مجبوری است تا یک اندازه باید بگم که همون دوران شوروی هم حالی میگن همین خیلی بود هم دوران شوروی هم یعنی تشکیل میکردن ولی ما بارها شاهد شدیم که وقتی این تماشابینان به اصطلاح اگر در ناخوانه بگیم اجباری وقتی میآیند به تئاتر بعد از اینجا با فرح با قناعتمندی میروند و بسیار ما شنیدیم با گوش خود ما شنیدیم که گفتن که مثلا اونهایی که بار اول آمدن ما نه شاید
اکثر تماشابینان ما مردم ما تئاتر رو همون صحنه‌های کوچه بازاری و همون مسخره بازی کوچگی شاید پنداشتن، شاید گمان کردن همین است و بسیارشون ذوقشون بلند است، اونقدر به آنها توجه نمی‌کنن. وقتی به تئاتر می‌بینن چیزی بلند می‌بینن، اینجا ارزش‌های بلند، مثال می‌گیریم غایه‌های بلند، وقتی می‌بینن افکار، تفکر، اندیشه این چیزا رو می‌بینن، بعد میگن مثال می‌گیریم من یک پروفسور احمدوف است، احمدوف سید الهام، دکتر علم‌های طب، یک من بارها دیدم که یک نمایش فردوسی ما چندین بار آمدن و یگان بار بیگل نامدن، هر بار که می آمدن با برآورده به قهرمان‌های اساسی گل میدادن. من چند بار سوال کردم، گفتن که من هر باری که میام باز یک چیزی نو برای خودم کشف میکنم از همین یک نمایش، از یک نمایش، چون این نمایش تئاتر آخه این چیز زنده است. تئاتر وجود زنده است. مثل سینما ثبت است، تصویر است و اگر میلیون بار ببینید یک چیز رو میبینید. لیکن تئاتر با اگر هر یک نمایش با 100 بار ببینید هر بار یک چیز نو برای خودتان، چون که از روحیه اکتور وابسته است، از همون حالت‌های باطنیش وابسته است، همون لحظه و چه خیلی در کدام حالت است. بعد هر قدر که در تالار تماشابین بیشتر باشد همون قدر الهام هنرپیشه بود، چون که تماشابین یک رکنی نمایش است، یک رکن مهمی نمایش است. به این نمیشه بچه زیاد باشد خوب میشه، هم قدر با الهام اهل صحنه هم قدر بیشتر میگردن. یکی باز میگه که گل هست تمام. کاری دوست داشته و پولی کم یا اینکه پولی زیاد و کاری نخواهم، کدام انتخاب میکنید شما؟ نه، کاری دوست داشته. پولی کم. بله. معاشی که از تئاتر میگیرید اگر در دیگر جا کار نکنید به روزگار میرسد؟ به هر حال و آن کسی که قناعت بیشتر قناعت پیشه باشد میرسد. یکم رو فکر کردید که اگر من فلان کسب رو انتخاب میکردم حالا فلان نمود زندگی داشتم، همین فکر بود؟ بله، من واقعا این بارها گفتم من اصلا فکر نداشتم که هنرپیشه شوم، چون که من در مکتب میانه آرزو داشتم که شرق‌شناس شوم، ولی این من چندین بار گفتم که با سبب آنکه در نامه کمال من از فن زبان خارجی بها نبود، حجت‌های من به دانشگاه وقت دانشگاه دولتی تاجیکستان بود به نام لنین، یعنی قبول نکرده بودم و این اولین یک ضربه تقدیر بود برای من و شاید همین سبب شد که من باز رفتم به دانشکده هنرهای زیبا. تا اندازه موفق شده دیگه. این نادیده نمیدونم تا این قضاوت از البته از شما و از بیننده هاست. وقتی که روی راست میگویم، شما گفته در مسئله سیناریا و فیلم نویسی به این عقیده هم که ما مؤلفان بلندپایه نداریم. بله. دراماتورگی ملی ما خیلی سوس شده است. سیناریا نویسان کسبی که داریم آنها هم پرورده دوران شوروی هستند. اثرهای در خورد زمان روی کار نمی‌آیند. همین عیبی کی است وقتی که ما دراماتورگی باقبل نداریم؟ عیبی کی؟ من چندی بار گفتم که البته در زمینه آن بچه‌ای که قلم دارند و زبان خوب میدانند آنها فرستادن در کار به خارج کشور، چون که دراماتورگی از همه ژانر مرکب ترین است. متاسفانه بسیار از اهل ایجاد ما فکر کردن که این در نظم موفق نشدیم یا در نثر موفق نشدیم بیا به دراماتورگی روی آریم. این غلط است. دراماتورگی از همه دشوار است، چون که در صحنه در یک ساعت معین چقدر واقعه ها چقدر اونجا باید زد و خورد باشد، لیکن اکثر اثرهایی که دراماتورگان ما پیشنهاد میکنن گپ و گپ باید اونجا عملیات باشد، اونجا بیشتر عملیات باشد، بیشتر یعنی که در همون اندیشه و تفکری هم که بیان میشد اونجا هم ضدیت باشد، اونجا هم یعنی که همین دراما، یعنی که خودش معلوم است که دراما چیه، یعنی که عملیات است. 100 کلمه پس یک حادثه شود، یک حادثه یک عملیاتی باید رخ دهد که چقدر هم سبق آموز البته این و هم بسیار یعنی تاثیر تئاتر از تمام ژانرهای دیگر هنر خیلی قوی تر است. یعنی وقتی که دیالوگ زیاد میشود و حادثه نیست، بله، گپ و گپ بله، این رفته حکایت خونه داره. بله.
خب گنرال برای یک پیسه معین هست چقدر است؟ من چندان راستی وارد نیستم در این که چقدر است، لیکن تا جایی که می‌دونستم در دوران شوروی خیلی یعنی که یک مبلغی کفایه بود و امروز دقیق نمیدونم، چون که اون وقتایی که ما هر یک نمایش که اینجا تهیه میشد حتما دراماتورگ بعد نخست نمایش یا پریمیر میگن یک ضیافت میآورد، معلوم بود که یک مبلغ یعنی که درست گرفته است. شما گوش ندادید که در همین ساحرم یک من صحنه‌های خرد نوشتم بیشتر برای کوین نوشتم و من راستی که در این راه فکر نکردم، لیکن من در کوین موفق شدم. من برای دانشگاه تجارت هر وقت که می نویسم دانشگاه تجارت همیشه جای اول می گرفت. من در خورشک خوانده بودم کدام صحنه؟ بله هم صحنه ها من در خورشک خوانده بله. در وقتی تهیه نمایشنامه شده است که متن فراموش شده باشد از شما؟ بله این خیلی حالات ها میشه، لیکن من به هر حال کوشش کردم که از منطق حتی متن مؤلف فراموش شده باشم، لیکن از همون خود منطقی همون حالت و همون دیالوگ حادثه و وای بیرون نروم. اگر نشدگی است؟ بله میشه خیلی. وقتی که تنقیسی میکشیم شما گفتید حالا تئاترها در انتخاب موضوع مستقلند، آزادند، ولی از نظر دریافت مبلغ تنقیسی میکشند. بیاید روی راست میگیم در برای یک نمایشنامه را در تئاتر گذاشتن چقدر مبلغ صرف میشه؟ این وابسته به همون میگویم که خود پیسه نمایشنامه وابسته به سطح اون ارزش نمایشنامه است. اگر وای مثلا نمایشنامه کلاسیکی باشد شما تصور کنید چقدر لباس های اون دوران دختران در کنید. اگر با تعداد قهرمانان زیاد باشد یعنی هر قدر بود مبلغ زیاد صرف می شود. یعنی باز اگر رسام اون قصر و کوشک و همه اون منظره های اگر کلاسیکی رو تصویر کنند برای ساختن همه البته مبلغ صرف می شود. یعنی این وابسته از همون خود بدیهیت و ارزش های نمایشنامه است. برای تهیه یک نمایش اون سالهای پیش 6 ماه تا 1 سال حتی بیشتر یعنی که رنج میکشیدم، چون که نمایش ها وقت از 1.5-2 ساعت تا 3 ساعت طول میکشید. حالا این خیلی نیست. حالا نمایش های ما بسیار رادگری از همه طولانیش 1.5 ساعت. طولانیش همه طولانیش 1.5 ساعت است. لیکن به هر صورت یگان نمایش به مبلغ نمیشد که امروز از خود جانب وزارت فرهنگ و چیز خیلی یعنی مبلغی ناکفایه جدا می شود. ولی امروز یک چیز خوشبختانه که لطفالله دولتزاده سرور تئاتر ما هست، باز این راه ها می جوید. از حاضر به این هم نمی شود از شناس ها و دوست ها و یعنی همون همت بلنده ها و از اونها یعنی که راه می جوید که یکان مبلغ علاوه‌ای پیدا کند و برای تهیه نمایش های تئاتر یعنی که شرایط فراهم بیارد. استاد یک رقم منبر نکردید تخمینا ما میتونیم یگان رقم بگیم یگان سامون بگیم؟ رقم معین گفتن نمیتونم، لیکن برای یک نمایش عادی ترین شاید 40-50 هزار سامان، یک نمایش عادی که تعدادی باید کم باشد 40-50 هزار سامان صرف می شود. و اون نمایش باید چند بار نمایش داده شود که باید خودت پول جمع کنند با بگیریم؟ البته باید کمش از 20-30 بار. هر یک نمایش ما اگر که برای دایره کلان سالان باشند هر یک نمایش ما 5000 مبلغ اگر تا پر باشد 5000 مبلغ میبرند هر یک نمایش. اینو شما تصور کنید که چقدر باید رود. مشهور بودن یعنی در کوچه شناخته بودن چی مینوس و چی پلوس دارد؟ البته جهت های مثبتش خیلی زیاد است، لیکن منفیش هم هست. بعضا میگن که یک شاعرم میگه که مهربانی های از حد زیاد
بسیار بعضا همین خیلی حالت میشد که مثلا در یگان محفل ما شما احترام میکنیم یا که بعضا پیشنهاد میکنن شراب نوشی و بیاید با ما اقلا به خاطر که ما شما احترام میکنیم. همین حالتاش بسیار وای است، خسته کننده است. دیگر همش خوب است البته. من زبان همون جانان سید مرادوف، جهان سید مرادوف، معذرت میخوام، جهان سید مرادوف اجرا کننده نقش سعید در فیلم من با دختری با خوردم، از زبان همون شنیده بودم که گفته بود شهرتی بر محل ضرر هم دارد و به من ضرر آور گفته بود. به شما ضرر نآورد؟ نه، حالا شکر. یعنی که این از خود انسان وابسته است. یعنی خودش تو بعضی میتونن نگاه دارد. بله. وقتی که سنزور میخوایم، شما گفته در دوره شوروی سنزور بود و یک خوبی سنزور شوروی این بود که هر گونه اثرهای خام به صحنه و صدا و سیما یعنی رادیو و تلویزیون راه نمیافتند. امروز بعضی هنرمندان کوچگی و سطحشان پست به صحنه و تلویزیون ها راه یافتند. آنها برای کاسته شدن ذوق جوانان خطرناک هستند. پیش این چیزها را باید گرفت. سنزور باز یگان خوبی دیگه دارد؟ بله، به هر حال در دوره شوروی هم با زبان برنامه ها، نمایش ها بسیار سخت توجه میکردن، اعتبار میدادن که یعنی همون معیارهای زبان خراب نشود. و من حرف من از آن است که در حقیقت در تلویزیون ما بعضا در رادیو هم خیر رادیو صفتش بهتر است البته برنامه‌هاش همین گپ‌های حرف‌های کوچگی و بعد لهجه بسیار زیاد راه یافت که این طوری که گفتم البته با پس رفتن ذوق مساعدت میکند. بعد همون صحنه هایی که از لحاظ بدیهیت ارزش ندارن، این چیزها هم بعضا در صحنه ها و در همین منبری بسیار خلاص حتی در تلویزیون هم راه یافته بودن. یعنی این من باز میگم که من این در چند اینجا هم گفتم، در حضور شخصیت های مسئول هم گفته بودم که این چهره یعنی فرهنگ ما را داغدار میکند و مردم ما شاهد بودیم وقتی که ما به سفر هنری رفته بودیم به کوهستان، مثلا میگم در ناحیه‌های قسمت رشتان زمین رفته بودیم، در طویل دره دوردست رفتیم و در همونجا وقتی نمایش فاجعه‌ای ما رد و برق تماشا کردن، خودی هم رئیس حکومت ناحیه هم همون اعضاهای حکومت همه که گفتن که ما اصلا تصورمون درباره تئاتر دیگر بود. اونجا گریستن، وقتی نمایش به انجام رسید همه اشک میریختن، گفتن که فاجعه طوری که بزرگا گفتن فاجعه مثل حمام است، آدم شسته تازه میکنه، وقتی آدم گریه میکنه سبک میشد، خودش خالی میکنه، خودش بله سبک میکنه. سوال همین که سنزور یگان خوبی دیگه دارد، یک خوبی سنزور همین که هر سطحشون پست باید راه نیابد. خوبی دیگر داره که عموما از حد زیاد سنزور هم خوب نیست. از حد زیاد هم خوب نیست. بله از حد زیاد اینه که چیزهایی که هنرمند میخواهد دلش میخواهد که فغان کند، مثال میگیریم به هر بر کمبودی های جامعه و البته هیچ جامعه بی کمبودی نیست. ما بسیار وقت کمبودی هست. ما بسیار وقت دروغ بسیار میگوییم آخر. اینه که یگانه جایی که میتونی حرف حق ابراز داری از طریق حج، بسیار ما حجنگارای خوبی داریم، بعضا جرأت میکنن، بعضی کمبودی های جامعه ما از طریق خنده یعنی از طریق حج افشا میکنن. لیکن من از زبان همون شنیده هستم که بسیار وقت برای کدام یک نمایش ما محکوم کردن، گفتن که نه. لیکن خود پیشوای ملت تقاضا میکنن که نه، درباره کمبودی ها حرف زنید، یعنی که اصلاح شوند کمبودی های ما. یعنی مسئولین با خبر باشن اصلاح. بله. من این چیزا باید که سنزور باید پیش راه این چیزا نگیرد، یعنی که ما حقیقت باید از صحنه افشا کنیم. صحنه آینه زندگی است میگن آخه تئاتر. شما آزادید؟ بله آزاد اکن معنی در بیان عقیده، در رفتار، در گفتار، در لباس پوشی، عموما در همه چیز آزاد هستید شما؟ در همون لباس پوشی بله خیلی آزاد هستم. وقتی که دو نگاه هست در جامعه ما، فیلم های ترکی رو میبینن و
هم میبینند هم تنقید میکنند. بله بله. نظر شما در همین چی بود؟ در همین حالت چی است؟ من نمیدونم که از کدام لحاظ تنقید میکنن. البته فیلم ها از کمبودی آوری نیستن، ولی باید بگم که عموما در صناعت فیلم ترکیه در جهان یک از جاهای بسیار افتخاری را اشغال میکند و ببینید که هر یک فیلمش ببینید تماما انسامبل اکتورها فرق میکند، از این فیلم به این فیلم تغییر مییابد. یعنی اینقدر بگیم که نیروی قوی هنرمندان را دارد ترکیه. ایجادی و تکنیکی همش خیلی از جهت فنی تکنیکی، از جهت بدیهیت خیلی قوی اند و سیناریوشون هم البته که تا سیناریو جنبه قوی نداشته باشد و فیلم نمیشود. با دو کامera نمیشه. بله بله نمیشود. همینطور افسوس که ما همه فیلم های ما قریب میبینیم همه چهره ها قریب تکرار میشوند، قریب همون ها نه هستند در ما با که همه قدر داشته باشیم. ولی این بسیار جدی به این باید اعتبار تیم، باید سیناریستان در خارج خوانند، آموزند، تجربه گیرند که این بسیار مهم است. ما چقدر میگیم که برای فیلم گرفتن ما مواد زیاد داریم. خودی ادبیات کلاسیکی ما اگر توجه کنیم، خود یک زندگی نامه همین شاه اسماعیل سامانی، این میتواند ده ها سلسله فیلم ها شود. جوانمردی شاه اسماعیل سامانی، همین بگیم که همین آل سامان خودش همین ویش، یا گیریم کوروش کبیر، یا خودی تقدیر فردوسی، یا خیام، همه بزرگای ما. حالا که فیلمی که رودکی گرفته بودن این البته با نگاهی ایدئولوژی شوروی گرفتن. اونجا خیلی چیزا غلط است، هرچند که رودکی میگه که من هر چی که یافتم نعمت از آل سامان یافتم. در اون فیلم گویا که درباره آل سامان و یک کور میکنه، این غلط است. این ایدئولوژی شوروی است. یعنی باید اینها از نو گرفت. همه این برای این مبلغ در کار است، برای این یعنی که متخصصان خیلی قوی در کار است، برای که فیلم ملت معرفی میکند. چهره که معرفیگری. بعد ما ببینید که تاریخ ما دیگرها بیگانه ها از خود کرده و فیلم برداشت سازند. مشتی میگه دیگرها از پاشا فیلم میسازند، ما فیلم های خودمان نمیتوانیم معرفی کنیم. ما دوریم ما کشته فیلم. در همین معرض شما گفتید از زبان دوستان هم شنیدم که پس از تماشای سلسله فیلم های صداقت و حامیان چند نفر بچه‌های ترسونزاده یعنی شهر ترسونزاده با خواهش خودشون با خدمت حربی رفتن. بخشش چند سال پیش یک خبرم پیدا شده بود که محض به خاطر همین فیلم ها آدم کشی شده است. این غلط است. این البته غلطه. این خیلی من وقتی گفتن که در پنجکن همین واقع شده است، من سردار شعبه کارهای داخلی پنجکن دوست من بود، برادر من بود، زنگ زدم گفتم که آیا در همین زمینه گویا که فیلم ترکیه تماشا کردم، گفت که تماما غلط روش نشیا کردن. گفت هیچ این خیلی واقعا ما قید نگرفتیم، در یگان جا قید گرفته نشده است. این غلط است. این آنهایی که غرض دارن، آنهایی که با غرض ها، یعنی کسی که خودش 4 فرزند ملت میخواد معرفی کند و خیلی غرض ها روی 1 میلیون تا یک فیلم تاجیکی کنیم اگر که هم خیلی فکر داریم. بله بسیار کوتاه میخوام بفهمم که در یک قسم شما چقدر مبلغ میگیرید برای دوبلیاژ؟ یک قسم خیلی مبلغ ناکفه. اگر نقش اساسی باشد تا 150 سامان. شما باید برای 150 سامان هر هفته میرید؟ یا اینکه یک تا میرید چند سری را میگیرید بمیرید؟ نه حاضر این چیز حال قطع شد بعد همین بیماری. این کارها حالی که از بین رفت دیگر. این یک وقتا خیلی این یعنی که ما مبلغ از بس که در یک هفته چند فیلم می رفتیم، در یک هفته خودش خیلی یک مبلغی شایسته سزاوار می گرفتیم و درست بود و من ذخیره هم کردم. حتی قسمی همین ذخیره همین فیلم ها حتی یک ماشین اوپل هم خریدم. حاضر ماشین اوپل هم دارم. ولی این چیز بسیاری ها همین هم دیدن نتوانستن. همین ما یک چیز بگن همین چهره جامعه ما البته بخیلی، ناتوانبینی، حسد در همه جا هست. لیکن من فکر میکنم که آنچه که در قوم ما هست شاید بیشتر باشد. من دائم میگم که کفر است در طریقت ما کینه داشتن، آیین ماست که سینه چون آینه داشتن.
کدام کارها را شما همه روزه تکرار میکنید غیر از خوردن؟ البته کوشش میکنم که یگان چی خوانم یگان چی نویسم این یکی از تکرارهای هر روزه. تکرارهای هر روزه است. یک روز ایدئالی شما چگونه است؟ روز ایدئالی یعنی کدام روز شما میگید این روزی من روزی همون روزی که یک ثمره یا که در نوشتن یا در خواندن یگان چیز خوب خوانم یا که در صحنه نمایش خوب رود و تماشابین خوش پذیرد همون روز البته روزی خوب روزی ایدئالی میشه برای من. بلیتز سوال‌های کوتاه جواب‌های کوتاه بسیار کوتاه. ما تئاتر زیاد داریم. سه تئاتری خوبی ما به فکر شما؟ تئاتر لاهوتی، تئاتر جوانان، تئاتر اهاران. ما کارگردان‌های زیاد داریم. سه کارگردان خوبی ما به فکر شما؟ برزو عبدالرزاقوف، دولت عبیداللهیف، ناظم ملیکوف. ما نمایش‌های زیاد در تئاترهایمان داریم. سه نمایشی که آنها را باید به تکرار تماشا کنیم. کدام‌ها؟ من فکر میکنم که نمایش فردوسی در تئاتر لاهوتی و نمایش فریاد عشق در تئاتر جوانان و باز در تئاتر مایاکوفسکی هملت اونقدر موفق شدگی نیستم. هملت راست گپ اون طوری که میخواستیم خیلی نمایش من چی بگم حاضر یک نمایش تازه تئاتر مواس باز نمایش دیاگین در تئاتر لاهوتی. ما هنرپیشه‌های زیاد داریم. سه هنرپیشه رده اولی ما حاضر کیاند؟ سه هنرپیشه هم اگه ما زیادتر داریم از این. خیلی قربانی صابر حاضر امروز یکی از بهترین هنرمندای ما است. بعد از خودی تئاتر جوانان بچه‌های بسیار خوبی هستند، هنرمندای بسیار واقعا شایسته تحسین هستند. خیلی زیاد هستند. من در تئاتر ما هم خیلی جوان‌های خیلی خوب و شایسته داریم. برای که خفه نشوند نامبر نمی‌کنیم. بله نامبر نمی‌کنیم. ما فیلم‌های زیاد داریم. سه فیلمی که آنها را میتوانیم در دیگر جا هم بگیم که ما همین گونه فیلم داریم. یعنی فیلم‌های خوبی ما. من از فیلم‌های گذشته میتوانم یاد کنم. از حاضره؟ نه از گذشته میتوانم یاد کنم فیلم مرگ سودخور طاهر صابروف و سلسله فیلم‌های شاهنامه و باز همون سلسله فیلم‌های شاهنامه. ما نقش‌آفری‌های شما رو زیاد دیدیم. سه نقش‌آفری‌تان رو که به خودتان پسند است. کدام‌هایند؟ من در همون سه نمایش تلویزیونی با دریافت جایزه دولتی اتفاق جوانان شرف گشتم. یعنی همون حیات و عشق، بعد کادر هوایی بود و البته در تئاتر لاهوتی تصفیفانه گویم یا که خوشبختانه گویم من بیشتر همین نقش‌های ادیبا و شاعرهای گذشته کلاسیک‌های آفریدم. هم دشوار بود برای من لیکن هم به هر صورت یک جنبه افتخاری من بود. چند کلمه میگم خیلی یک تا میشود. یک کتاب به نزدیکی خواندم همین عیار از خراسان، کتاب خلیل‌های خلیلی که گریستم با عشق خواندم. یک اکتور برای من عطا محمدجانوف. یک اکتریسا اکتریسا صافیه تویبایووا. یک رژیسور خوشنظر مبلیوف. یک ارزنده اسکار هاشم گدایف. یک دوست بهترین دوست که در دوره‌های مشکل ترینی که من مدد جستم و احساس کردم این خدایی که من آفریده است. یک شهر دوست داشتنی من شهر دوشنبه. یک سخن همین سخنی مهر. یک بیت ای به نبود زیبو خلبتر نزدیکی اکابری هنرور. یک نام همین فروزانفر. یک گنرال هر چقدر زیاد باشد هم خودر خوبتر. ما شخصیت‌های معروفی زیاد داریم. کرزینه برای همون نفری است که گپی میگفتنین دارند و کم و بیش آنها را میشناسند. سه نفری که باید پس از شما اشتراک کنند در همین برنامه کیایند به فکر شما؟
قربان صابر بود در این برنامه یعنی؟ نبود. قربان صابر، دولت عبیداللهیف، خب و نازی ملیکوف. آخران ما یک سوال داریم، همه دامید این سوال. من حاضر 23 سالم، شما امروز پگاه 65 ساله میشوید. من چیکار کنم که تا 65 سالگی هم با موفقیت شما برسم و در 65 سالگی هم از عمری گذراندم پشیمان نشوم؟ همین یک بیت برای خودت شعار کن که ای که میپرسی زی محفل ها گریزان چرا، در بساطم عمر ضایع کردنی کم مانده است. برای همین هر چند جوان باشیم کوشش کردن نکرد که همون البته در جوانی آدم تشکل می‌یابد، آخر همین دوره باش تشکل یافت. ولی من همقدر اون ابیات و شعرهایی که امروز میتونم بگم اصلا در جوانی از بر کردم. برای همین سینا یک وعده دارد که میگه چون پیر شدی کاری جوان نتوان کرد، چون پیر شدی کاری جوان نتوان کرد، پیرید به کافور نهان نتوان کرد. در ظلمت شب هر آنچه کردی، در روشنی روز همان نتوان کرد. زندگی نامه اهل ایجاد البته خیلی رنگین، خیلی پربار است. در یک صحبت کوتاه نمیتوان همه آن را فرا گرفت، لیکن من امروز از این صحبت خیلی هم سپاسگزار هستم، خیلی ممنون هستم و قناعتمند هستم که فراگیری خیلی موضوع ها بود و اصلا چندان انتظار نبودم که همین سالهای آخر من همین خیلی صحبتی که خیلی هم فراخ باشد، فراگیری خیلی دردها، موضوع ها، گفتنی ها باشد، در سالهای آخر من همین خیلی مصاحبه نداشتم و من از این مصاحبه که انجام دادیم قناعتمندم.